پریمر آبرسان اسمش باکس برای پوستشون که کمی خشک است استفاده میکنم و اون رو روی پوستشون اسپری میکنم. برای شروع سایه اول از کانسیلر نیکس استفاده میکنم، اون رو پشت پلک میزنم و بعد فیدش میکنم و بعد زیرساز مک رو پشت پلک پخش میکنم. برای سایه از سایه هدی بیوتی استفاده میکنم، از دو رنگ اون. رنگ روشن اون رو روی پلک پخش میکنم، حواسم هست که گوشه داخلی چشم رو نزنم. بعد از اون از رنگ تیره در گوشه چشم استفاده میکنم. از رنگ روشن پالت آناستازیا برای گوشه های داخلی چشم و زیر خط ابرو استفاده میکنم. از خط چشم ژله میبلین استفاده میکنم و یه خط چشم خیلی نازک پشت پلک میکشم. مدلمون خودش مژه‌های پری رو داره. برای ایشون از مژه‌های تک استفاده میکنم و اونها رو دونه‌ای روی مژه‌شون میذارم. بعد از اینکه مژه‌ها خشک شد، روی اون رو ریمل میزنم. یه قلم رو پشت مژه‌ها میذارم که ریمل پشت پلک مالیده نشه. برای سایه زیر چشم از دو رنگ تیره و روشنی که روی پلک کار کرده بودم استفاده میکنم. اول رنگ تیرم رو میزنم و بعد رنگ روشن رو روی جلوی چشم کار میکنم. برای ابرو فقط قسمت هایی که خالی داره رو پر میکنم. حالا برای فون صورت از کرم گریم سوشیا استفاده میکنم. از شماره W1 برای رنگ زمینه استفاده میکنم و بعد اون رو با قلمو فید میکنم. از رنگ B1 و B3 برای کانتورینگ و حجم‌سازی چهره استفاده می‌کنم. زیر چشم، روی تیغه بینی، برجستگی چانه و وسط پیشانی رو B1 میزنم. و قسمت‌هایی مثل زیر خط گونه، رسنگاه پیشانی و زیر خط فک و کناره‌های بینی رو B3 کار می‌کنم. بعد با پد لاتکس که اونو مرطوب کردم کرم ها رو به صورت ضربه‌ای فید میکنم. حالا برای فیکس کار از پنکیک ابریشمی سوشیا استفاده میکنم. از شماره S102 برای قسمت های روشن و از شماره SRB3 برای قسمت های تیره و با قلمو اون رو روی پوست پخش میکنم. این کار باعث میشه که آرایش شما کاملا ثابت بشه. از رژگونه بنفیت استفاده میکنم به صورت خیلی ملایم. به نسبت رنگ رژگونه از یک رنگ رژ ملایم برای لب استفاده میکنم.